سلام، خسته نباشید. این کپسول های انگلیس هست به همراه پایپینگ یا لوله کشی، چراغ سردرد تخلیه و شاسی اعلام حریق. این هم ایرسمپلینگ هست که هوا رو مکش میکنه و دود اگر باشه رویت میکنه و خبر میده. این نازل ها به صورت برنجی و اون دایره دتکتور ها زون 1 و 2 که به صورت ضربدری کار میکنه، یعنی هر کدوم به تنهایی کار کنن تخلیه گاز انجام نمیشه. و اون قرمز های ریز نقطه های شلنگ های مکنده ایرسمپلینگ هستن یا ایرسنس. این کپسول ها 3 تاشون داخل مدار هستش به همراه یه منیفول که 3 تای پشتریشون هم به صورت زاپاس هستش، اگه تخلیه بشه اونها میان تو مدار. این پنل آتش نشانی هست که اطفای حریق دستگاه کلدک داخل سرسیم خورده به همراه 2 عدد باتری بکاپ. پایین هم شاسی